زن را بر علیه شوهرش شوراندن و جنگ انداختن از جمله گناهان کبیره به شمار می رود. ابن حجر رحمه الله می فرماید مرد را بر علیه همسرش و زن را بر علیه شوهرش شوراندن و جنگ انداختن از جمله گناهان کبیره به شمار می رود. این کار زشت بیشتر از جانب مادر زن دوگانه هایش بیشتر صورت می گیرد که وقتی زن در نزد مادر یا دوگانه اش از شوهرش شکایت می کند، آنها او را بر علیه شوهرش می شورانند و جنگ می اندازند. می گویند وقتی شوهرت چنین گفت تو خاموش نیست، اگر در برابر شوهرت خاموش باشی از خود می رود، در جوابش چنین و چنان بگو. با چنین وسوسه ها زن را بر علیه شوهرش می شورانند و جنگ می اندازند. پناه به خداوند. در روایت ابو داود آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی زن را بر علیه شوهرش شوراند و جنگ اندازد از ما نیست. روایت ابو داود. برادران و خواهران عزیز، هرگز به زندگی زن و شوهر مداخله نکنید. آنها روزانه جنگ و شبانه در یک رخت میخوابند و با هم خوب میشوند، ولی تو با این کارت میتوانی آنها را از هم جدا کنی. خصوصا مادران یعنی خوشدامنها هرگز دختران و پسرانتان را بر علیه همسرانشان نشورانید و جنگ نیندازید.